الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما امروز قرار داریم در قصه صحابه دیگری که نامشان عمیر ابن وهب است و در اطراف این صحابه بزرگوار حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر چنین فرمودند که گردیده است عمیر ابن وهب برای من دوست داشته تر از بعض فرزندهایم. دوستان عزیز، این چه قصه دارد و این چه حالت است که حضرت عمر برای حضرت عمر چنین گفتند؟ یک جمله زیبا، یک قصه زیبا است که انشاءالله با شما خواهیم قصه کرد. این است که عمیر ابن وهب یکی از اشتراکچیان جنگ بدر است از طرف مشرک‌های مکه و بعد از اینه که در غزوه بدر مشرک‌ها شکست خوردند، با یک اندوه و غم برگشتند به سوی مکه مکرمه. فرزند عمیر ابن وهب در دست مسلمان ها اسیر افتاده بود و عمیر ابن وهب خیلی غم در او دیده می شد، خیلی اندوهگین بود. یک روز به خاطر طواف کعبه و به خاطر تبرک کردن بت‌های خود نزد کعبه آمد و دید که در نزد حجر الاسود یکی از نفران دیگر که صفوان ابن امیه بود، فرزند امیه ابن خلف، که اون هم در این غزوه بدر در این جنگ پدرش کشته شده بود. وقتی اون نفر دید با یکدیگر نشستن، یک صحبت داشتن و عمیر یک چنین سخنی را گفت به سوی صفوان که اگر نفر قرضهای مرا به عهده گرفته باشد و اهل و عائله مرا، خاندان مرا، زندگیشان را به عهده گرفته باشد، من رفته پیامبر را به قتل میرسانم و در دست خود دلیل یا بهانه هم دارم که فرزندم در دستشان اسیر است، به آنجا رسیده میتوانم و پیامبر را یعنی به قتل میرسانم. و صفوانم که پدرش کشته شده بود به پیامبر صلی الله علیه وسلم بدبینی داشت، فرمود که قرضهای تو را من به عهده میگیرم و این چنین خاندان تو را به خاندان خود ضم میکنم، تو همین عمل را انجام بده. و بین خود عهد بستند که این خبر را به جز این دو نفر کسی دیگر ندانسته باشد. عمیر به سوی مدینه منوره روان شدند و بسیار هم میگوید مورخین که شمشیر خود را بسیار هم تیز کرد، آماده کرد به خاطر قتل پیامبر گرامی اسلام. زمانی که به مدینه منوره رسید، به سوی مسجد شمشیرش در دستش می آمد که ناگهان حضرت عمر که در آن زمان در آن وقت با صحابگان گرامی در داخل مسجد از بدر صحبت می کردند، از غزوه بدر و آن پیروزی را که خداوند برایشان نصیب کرده بود، و چشم حضرت عمر به سوی عمیر افتید، دید که در دستش شمشیر است و به سوی صحابگان چنین گفت که هذا عدو الله، این دشمن خدا عمیر ابن وهب است. و به سوی صحابگان امر کرد که اون را نگریسته باشند، عمیر را نگاه کرده باشند که کدام را ضرر نرسانده باشد. و خود حضرت عمر نزد پیامبر گرامی اسلام رفتند و گفتند که یا رسول الله، عمیر آمده است میخواهد به شما واخوری کرده باشد. پیامبر گرامی اسلام اجازه دادند که عمر نزدش آمده باشد، اما از این شکلی که اون در دست شمشیر داشت حضرت عمر غضبناک شدند و او را با همان بندی که شمشیر در آن گذاشته می شود از گردنش گذاشته تا غلافی که هست با همان بسته کردند و گردن آنها را خفه کرده جفیده آوردن نزد پیامبر گرامی اسلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم این حالت را دیدند. پیامبر که رحمت بر عالمیان است، حضرت عمر را امر کردند تا او را آزاد کرده باشد و حضرت عمر او را آزاد کردند و امر کردند که ادنو یا عمر، نزدیک شوی عمر و خواسته خود را گفته باش. زمانی که عمر نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند که انعم صباحا، صبحتان بخیر باشد، گفتند به سوی پیامبر. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم یک تبسم کردند و چنین جواب دادند که لقد اکرمنا الله بتحیه خیر من تحیتک، لقد اکرمنا الله بالسلام و هو
تحیت اهل الجنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند از این درودی که تو فرستادی بهتر درودی را برای ما نصیب گردانید، اکرام کرد که این سلام است و این سلام تحیه اهل جنت هم هست. عمر در جواب به این اشاره گفتند که اگر ما چنین گفته های تو را قبول میکردیم حتما که برای جنگ نمیکردیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از آمدن عمر، سبب آمدنش پرسان شدند که چرا اینجا آمدی؟ عمر در جواب گفت که تنها برای آن آمدم که فرزند مرا رها کرده باشید. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن پرسید که چرا در دست شمشیر به مسجد داخل شدی؟ و اون در جواب گفت که اگر این شمشیر برای ما فایده می آورد حتما در این جنگ بدر که عدد ما از شما زیاد بود فایده می آوردیم، اما این فایده ندارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بار دیگر پرسان شدند که راست بگو چرا اینجا آمدی؟ اما عمر همان جواب پیشینه رو گفتند که به خاطر رهایی فرزندم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفتند که سبب آمدن تو آن است که تو با صفوان در نزد کعبه نشستی، در نزد حجر الاسود و چنین یک عهدی را بستی که آمده مرا به قتل رسانیده باشی و الله مهربان این خبر را به ما رسانید، خداوند آنجا با شما بود. زمانی که این سخن را عمر شنید گفت که اشهد انک رسول الله، من شهادت میدهم که تو پیامبر هستی یا رسول الله. و گفت که زمانی که از آسمان ما را خبر میکردی ما تو را دروغ میشماردیم، زمانی که از وحی خبر میکردیم ما تو را دروغ میشماردیم، اما امروز این عمل، این واقعه را بجز من و صفوان کسی نمیدانست، یعنی حتما این خداوند است که این خبر را به تو رسانیده است. و مسلمان شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که فقهوا اخاکم فی الدین و علموه القرآن و اطلقوا اسیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم به دیگر صحابگان فرمان کرد که برادرتان را از فقه، از ضروریات دینی آموخته باشید و این چنین قرآن عظیم الشأن را براش آموخته باشید و اسیرش را رها کنید، فرزندش که اسیر بود. و حضرت عمر بعد از این مسلمان شدن حضرت عمر چنین گفت که لخنزیر کان احب الی من عمر بن وهب حین قدم علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر گفتند که من حتی از خوک دیده نفرتم زیادتر بود با عمر ابن وهب زمان دیدم که در دست شمشیر داخل مسجد شد و میخواست پیامبر گرامی اسلام را ضرر رسانده باشد. و امروز گفت حضرت عمر او برای من دوست داشته ترین است از بعض فرزندهایم، این جمله‌ای که در اول تکرار کردیم. و یک زمان حضرت عمر در مدینه منوره قرار گرفتند، از ضروریات دینی آموختند و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند که مرا اجازه بده تا رفته در مکه مکرمه مشرک های مکه را دعوت به اسلام کرده باشم. و پیامبر گرامی اسلام برایش اجازه داد و آمدند به سوی مکه مکرمه و اونجا از خانه صفوان شروع کرده تا بر دیگر مشرک های مکه دعوت را شروع کردند و مشرک های مکه را به سوی یکتاپرستی خواندند و خداوند سبب گردانید که جمع از مردم به سبب دعوت حضرت عمر به اسلام مشرف شدند. دوستان عزیز، از این قصه چند درسی را می توانیم آموخت. یکی این است که رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده باشیم که یک نفر در دست شمشیر میخواهد پیامبر را ضرر رسانده باشد، قتل کرده باشد، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم با او تبسم میکند و نمیخواهد که او بسته باشد، نمیخواهد که برای اون کدام سختی را آورده باشند. و این چنین ایمان را ببینیم که هیچ کسی از صحابگان حضرت عمر را دوست نمی داشت زمانی که آمده بود، اما در یک لحظه که ایمان آورد برای همه برادر شد. حتی حضرت عمر را ببینید که میگوید از فرزند هم دیده برای من دوست داشتر شد. خداوند برای همگی من و شما از غیرت صحابه، از حب صحابه نصیب کرده باشد و یک و یک شما را به الله منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.